انتخاب دونالد ترامپ و تاثیرش روی پروسه مهاجرت ایرانیان به امریکا. خب همونجوری که احتمالاً شنیدید در خبرها، دونالد ترامپ 47مین رئیس جمهور آمریکا شد مجدداً و این نگرانی رو در خیلی از افرادی که در پروسه مهاجرت به امریکا هستند ایجاد میکنه که آیندهشون به چه صورتی خواهد بود. ببینید هنوز هیچ چیز مشخصی اعلام نشده و تا 2 ماه آینده که ترامپ سر کار بیاد معلوم نیست که آیا قرار اون بنها و محدودیت‌های مهاجرت رو برای ایرانیان دوباره به اجرا در بیاره یا خیر. اگر این اتفاق بیفته عملا میتونیم بگیم که غیر از پروسه دانشجویی و شاید پروسه اسپانسرشیپ همسر به مسیرهای دیگه مهاجرت به امریکا ممکنه بسیار محدود بشه. یعنی اینکه حتی اگر که شخص در لاتاری اسمش در بیاد ممکنه که موفق نشه که در مسابقه قبول بشه و بتونه که به اونجا برسه، یا اگر که مثلا شما در پروسه گرفتن ویزای توریستی امریکا هستید B1 B2 یا ویزای کاری مثل EB2 یا EB3 ممکنه که پروسه‌تون کاملا با مشکل روبرو بشه. پس در جریان باشید که این انتخاب ممکنه در 2 ماه آینده شرایط رو نشون بده که آیا مثل در از 4 سالی که ترامپ بر سر کار بود خواهد بود که عملا تنها مسیر مهاجرت ایرانیان به امریکا مسیر تحصیلی بود که همون هم ریت قبولی‌ها بسیار بسیار کم شده بود.